همیشه بیحال و کلافه‌ای؟ پوستت کدر شده؟ معدت درد میکنه؟ شاید دلیلش این باشه که کبدت داره از دستت عذاب میکشه. کبد یکی از مهمترین اعضای بدنه که وظیفه سم‌زدایی و تصفیه خونو داره. اما اگه خوراکی‌های اشتباه بخوری، کبدت شبیه یه فیلتر پر از آشغال میشه که دیگه کار نمیکنه. توی این ویدیو قراره 9 تا از خوراکی‌هایی که کبدتو نابود میکنن رو بهت معرفی کنم و احتمالاً توی زندگی روزمره خیلی از اینا رو میخوری. قبل از این که شروع کنیم تو کامنت ها بنویس فکر میکنی بدترین خوراکی برای کبد چیه؟ و اگه میخوای همیشه سلامت بمونی حتما لایک و سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ کدوم از ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. اول از همه باید بدونی که کبد چقدر توی بدن مهمه. کبد مسئول سم‌زدایی، تصفیه خون، ذخیره گلوکز، تولید پروتئین‌های خون و کمک به هضم غذاست. اما وقتی به کبد فشار بیاری و اون نتونه وظایفش رو درست انجام بده، میتونه باعث مشکلاتی مثل سیروز کبدی، کبد چرب و حتی مشکلات هضم بشه. برای همین امروز قراره بهت نشون بدم که چه چیزهایی میتونه کبدتو نابود کنه و چه خوراکی‌هایی رو بهتره حذف کنی. 1. فست فود. این خوراکی‌ها پر از چربی‌های ترانس، نمک و قند اضافه هستند. این چربی‌های ناسالم باعث میشن کبد چربی ذخیره کنه و منجر به کبد چرب غیر الکلی بشه. این غذاها باعث افزایش التهاب در کبد میشن و سموم رو راحت‌تر جذب بدن میکنن. 2. شیرینیجات و دسرهای صنعتی. خوراکی‌های شیرین به خصوص شیرینیجات و دسرهای صنعتی که سرشار از شکر و چربی‌های ناسالم هستن، یکی از بدترین‌ها برای کبد به حساب میاد. شکر به کبد فشار میاره و باعث میشه که تبدیل به چربی‌های غیر ضروری بشه که دیگه از بین بردنش سخت میشه. 3. نوشیدنی‌های گازدار و انرژیزا. نوشابه‌های گازدار و نوشیدنی‌های انرژیزا یکی از بزرگترین دشمن‌های کبد هستند. این نوشیدنی‌ها سرشار از شکر و مواد افزودنی هستند که کبد رو تحت فشار قرار میدن. نوشیدنی‌های انرژیزا باعث افزایش سطح قند خون میشن و این به کبد آسیب میزنه. 4. گوشت‌های فرآوری شده. گوشت‌های فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس و هات داگ نه تنها چربی‌های اشباع شده دارن، بلکه پر از نمک و مواد نگهدارنده هستند. این مواد به کبد آسیب میزنن و میتونن باعث التهاب و ذخیره چربی در این عضو حیاتی بشن. 5. نان‌های سفید و کربوهیدرات‌های تصفیه شده. خوراکی‌هایی که کربوهیدرات‌های تصفیه شده دارن مثل نان سفید و برنج سفید باعث افزایش سریع قند خون میشن و فشار زیادی به کبد میارن. این نوع کربوهیدرات‌ها هیچ فیبر و ویتامین خاصی ندارن و فقط باعث افزایش ذخیره چربی در کبد میشن. 6. الکل. خب این یکی کاملا واضحه. مصرف زیاد الکل میتونه باعث سیروز کبدی و التهاب شدید در کبد بشه. الکل باعث میشه که کبد نتونه سم‌ها رو تصفیه کنه و همین امر میتونه منجر به مشکلات جدی بشه. 7. چربی‌های اشباع شده. چربی‌های اشباع شده که توی مواد غذایی مثل کره و روغن‌های جامد پیدا میشن میتونن به راحتی باعث ایجاد کبد چرب بشن. این چربی‌ها به کبد فشار میارن و عملکرد اونو مختل میکنن. غذاهای سرخ شده یکی از بزرگترین دشمن‌ها برای کبدن. روغن‌هایی که برای سرخ کردن استفاده میشن پر از چربی‌های ترانس هستن. این چربی‌ها باعث ایجاد التهاب و افزایش چربی در کبد میشن. 9. شکلات‌های حاوی شیر. اگه عاشق شکلات هستی، مراقب شکلات‌هایی که شیرین کننده‌های مصنوعی دارن باش. این شکلات‌ها معمولاً پر از شکر و چربی هستن که کبد رو دچار مشکل میکنن. بهتره از شکلات‌های تلخ با حداقل 70% کاکائو استفاده کنی. خب حالا که میدونی چه خوراکی‌های کبدتو نابود میکنن، وقتشه که شروع کنی به انتخاب‌های سالم‌تر. کدوم یکی از این خوراکی‌ها رو بیشتر مصرف می‌کردی؟ تو کامنت‌ها بنویس و تجربه‌تو به اشتراک بذار. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک و سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ ویدیوی مفیدی رو از دست ندی.